به حضرت عباس دنبال محسن رفتن اشتباهه. یه بارم که خدا بردت شما نمیزنه. مرتضی اگه ازش چیزی نگیرنم میندازنش سزا. تو دعا کن چیزی ازش گرفته باشم. به خدا زبونت اینو میگه، دلت راضی نیست. تو یکی دو هفته که میرفتن این چیزا رو تو خونه در میآوردن، یکی میبردن. مان میفهمی؟ محسن که نبود، تو رو میبردن، منو میبردن. وقت چه غلطی باید میکردیم ما؟ دنیا اونقدام کشکی نیست. مامان من سابقه دارم، پرونده اعتیاد دارم. اصلا اگه میریختن میگفتن خیلی خب مال تو نیست، مال کی؟ اسمشو بگو. اون وقت من داداش خودم باید میفروختم. خب میگفتی مصرف کننده است. اصلا کی نمیدونه تو دنیا هرچی مواد محسن ما کشیده. من قاضی نمیگفت اینقدر زیاده نه؟ اگه مصرف کننده است چرا همه رو آب بندی کرده؟ چرا همه رو بسته بندی کرده؟ چرا همش وضع شده و میزونه؟ مامان جان من پیر شدم، خرفت که نشدم. اونجایی که من قایمش کرده بودم عقل جنم بهش نمیرسید. بگیر جلوی اون زبون تو دیگه. مامان خودتون نزن به اون را. مأمور از در خونه بیاد تو 3 مرحله خونه تو چک میکنه. اول میگره جای دم دستی رو نگاه میکنه، اگه پیدا کنه میره، اگه پیدا نکنه دونه بدون موزاییکات رو چک میکنه ببینی کدومش لغه. به کاشی چک کنه میده از جا در بیارنش، به دیوار شک کنه میده میریزنش، به تلویزیون شک کنه میده خوردش کنن. اگه فکر کنه مواد تو خونه است و نمیتونه پیداش کنه بیسی میزنه سگ بیارن، هر کدومش 2 برابر من. به زنای خونه شک کنه بیسی میزنه پلیس زن میان. چی داری میگی مامان تو؟ جون مادرت، جون هر کیو که دوست داری دیگه نکن از این کارا. خب من گیجم حواسم نبود، وگرنه کی بده بچه‌شو میخواد. وای من کارای این فکر میکنم از سرم سود میکشه. به خدا تو این چیزا تو حواست از همه ما جمع تره. من روزی 1000 بار دارم تو خونه عربده میکشم که بابا شیشه تریاک نیست، ولی وقتی نخوای بشنوی نمیشنوی. خب من فکر کردم تریاکه، گفتم از اونجا که برگرده کاری که بلد نی اینو بهش میدم بفروشه خرج خودشو دراره. وای این دیگه کیه؟ به خدا اگه محسن ترک کنه شما اینو فقط از مأمور کمپ میترسونین که بره تو کوچه خیابون بشینه بکشه. من میگم بذارین قشنگ بره تو اتاق خودش بشینه بکشه، نه که جلو چش در همسایه باشه آبرومون بره. این منطقه رو از کجاش در میاره ها؟ آخه وقتی نمیفهمی من چی بگم به تو؟ خیال کردین ریختین رفت تموم شد. صبر کنید بذارید برگرده، یه روزگاری از همتون سیاه کنه که خودتون 2 دستی پول تقدیمش کنین بره جنس بخره. اینو من بزرگش کردم، انقدر پاچه منو نگیر. تو فقط زایدیش، بزرگ کردن کجا دیدی؟ برداشته اینقدر شیشه رو چپونده قایم کرده، میگه من فکر کردم تریاکه. خدای منو گاف کن. تو 7 جد و آباد تریاکی بودن، اون فرق شیشه و تریاکو نمیدونی چیه؟ حالا ولش کن مرتضی، الان بگو رفتیم اونجا باید چیکار کنیم؟ رفتیم کدومه؟ رفتیم چیه؟ من تو نمیام. مامانو برداریم ببریم اونجا بگی مادرمون مریض، محسنم تنها مرد خونه است، سابقه هم که نداره باید برگرده خونه. مامان رفتیم اونجا یه جوری آهناله را میندازی زمین و زمان بلرزه.